آقای امیر تتلو. چی کارش کنم؟ داشت ناموسم باش حال میکنم حقیقت شاید بگم. ببین هرچی از خودشه. مرد خیلی خوبیه، فقط ای کاش دوباره به گذشته برگردی. قبلا خوب بود، دوستش داشتم، الان نه. هنوزم خوبه. بیماری روانی داره. کاری با موسیقیش ندارم، چرا؟ چون هم شاعره هم آهنگاشو دوست دارم. من زیاد طرفدار اون سبک آهنگ نیستم. خواننده خوبیه. مسئله اینه که قاطی بعضی چیزا شد که نباید میشد. بیرون آدم داره درونشون منعکس میکنه. حالا به عنوان یه بیمار میبینمشون دیگه، نظر خاصی راجعشون ندارم. شخصیتش دو قطبیه، یعنی من فکر میکنم که البته نمیتونم نظر کارشناسیه، ولی خب بعضی وقتا رفتارشون خوبه، درسته، بعضی وقتا تعادل رفتارشون به هم میریزه. خوبه ولی یه ذره خیلی خودشه، شاید تو جامعه ما خیلی ها نپسندن. امیر تتلو مورد سوخته به یه درجه‌ای که رسید دیگه اون کسایی که به اونجا رسوندنشو فراموش کرد. من صداشو دوست دارم ولی شخصیتشو نه. بحث توهین باشه دیگه آدم خودشه و شخصیتشه، حالا اون طرفدارش میتونه ادامه بده، یکی میتونه ادامه نده. من دیگه ادامه ندادم. شخصیت قبل از مهاجرتشو بیشتر دوست داشتم ولی الان دیگه ته آزادی بیان بود. قیاس به نظرم مع الفارقه، بخوای هنر یکی رو با شخصیتش بسنجی. من میگم هر آدمی هر کاری هم که کرده باشه جای جبران داره، فقط مرگه که جبران نداره. باید موشکافی کرد ببینید از کجا نشأت میگیره. امیر تتلو از دیدگاه من مجرم محسوب نمیشه.